پیامبر صلی الله علیه و سلم چخیلی در سنن ابو داود آمده است گفتند که یتصدق بدینار او نصف دینار. کسی که در حالت ماهانه بودن عائله‌اش، همسرش، اگر هم بستر شود همراهش در مکان خون، مکان نجاست، البته این عمل حرام است و با اجماع علما حرام است. حالت نفاس هم، حالت حیض هم. لیکن وقتی که اگر رفت و همین کار از او صادر شد، 1 دینار باید به هم توبه میکند و این به گرفتار به بیماری ها میکند. کسی که در همین حالت اگر هم بستر شود، بعضی طبیب ها ذکر کردن که مرد به بیماری پروستات یا غیر از این یک چند بیماری ها گرفتار میشد، زن هم بیمار میشه. این ضرر دارد. این الله تعالی 1400 سال پیش یسالونک عن المحیض، مردم آمده تو را از محیض، حیض میپرسند، قل هو اذن، بگو که وی اذیت است، یعنی وی چیزی ضرر آور است. فاعتزلوا النساء فی المحیض، در حالت حیض از زنها اعتزال نشینید، یعنی گوشه نشینی از موضع خون دور استید. 1400 سال پیش الله تعالی ما را از این حذر کنانیده بود. و اگر کسی که در همین حالت اگر رفت و این گناه اجرا کند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که غیر از اینکه به گناهش توبه میکند و استغفار میپرسد، 1 دینار صدقه میکند، یا اینکه نصف دینار. این حدیث در سنن ابو داود است. شیخ ناصر الدین هم حدیث صحیح گفتند. 1 دینار یعنی 4.25 گرم طلا، 4 گرم و 25. اینا که اگر $50 گوییم هم 1 گرم طلای پرابش مثلا پستراشه، یعنی $200 زاید میشه، $250 میشه تقریبا از همه ارزانش. یعنی $250 باید صدقه کند آن آدمی که در حالت ماهانه بودن عائله‌اش هم بستر شده است. یا اینکه نصف دینار گفتم. نصف دینار یعنی که نصف همین، یعنی 2 گرم و 12.5 میلی گرم طلا صدقه کند، یعنی که $150 $125 همین اطراف ها. این به آن آدمی که مثلا روز هفتم هم خوابه شده است، 7 روز مثلا بیماری دارد، عادت دارد، روز هفتم حال خون هست هم خوابه شده است، یا روز ششم. انا اینا یعنی که نصف دینار میتین. اونه که در یکم، در دویم، در سیوم، در ابتدای ماهانگیش خواب کرده است، اونا 1 دینار میتین. با این هم صاف نمیشه. یعنی توبه ضرور است، توبه واجب است، این گناه است. بله.